عزیزانم به کانال هلو بلی خوش اومدین. امروز میخوایم با سخنان بزرگان آلمانیمون رو بهتر کنیم. پس اگه این موضوع مورد علاقته تا آخر ویدیو با من باش. اگه جدیدی سابسکرایب یادت نره. اون زنگوله رو فعال کن تا از ویدیوهای بعدی اتوماتیک آگاه بشی. با یک جمله پرمحتوا از یک نویسنده آمریکایی به نام مارک توین شروع میکنیم. Halte dich fern von Menschen, die deine Träume kleinreden wollen. از کسانی که آرزوهای تو رو کوچیک میشمارن دوری کن. Halte dich fern یعنی کناره‌گیری کن، دوری بجوی. Von Menschen از کسانی که، از آدمهایی که die deine Träume kleinreden wollen که میخوان درباره آرزوهای تو خیلی کوچیک صحبت کنن. یعنی آرزوهای تو رو کوچک میشمارند. خب معمولا آرزوهای ما چی هستن؟ کارهایی هستن که ما نمیتونیم انجامش بدیم یا میخوایم انجامش بدیم، به عنوان هدف قرارش دادیم. مثلا آرزو داریم بریم دانشگاه، داریم درس میخونیم، یکی میاد میگه چقدر درس میخونی بی خود، با دانشگاه رفتن به جایی نمیرسی. ولش کن، به حرفش گوش نده. میخوای مغازه بزنی، بیزینس باز کنی، یکی میاد میگه نه فایده نداره، پولت از دست میره. حرفشو گوش نکن، ولش کن. بدون ریسک کردن تو زندگی به جایی نمیرسیم. جمله پایینی رو نگاه کن. Kleine Menschen tun das immer. آدم‌های کوچک همیشه این کار رو انجام میدن. یعنی آدمایی که دیدگاهشون تنگه همیشه سعی میکنن که اون آرزوهای تو رو کوچک جلوه بدن. الکی تو رو از رسوندن به آرزوات بترسونن. Große Menschen geben dir das Gefühl, dass auch du groß werden kannst. آدم‌های بزرگمنش به تو این احساسو میدن که تو میتونی بزرگ بشی. یعنی تو هم میتونی ایده های بزرگ داشته باشی و به جاهای بزرگتر برسی، پیشرفت کنی. پس سعی کن آدمایی رو که میخوان مانع بشن که تو به هدفات برسی ازشون دوری کنی. خب بریم با هم ببینیم تئودور روزولت چی میگه. Tu was du kannst, mit dem was du hast, dort wo du bist. اگه میخوای کاری انجام بدی، همون جایی که هستی و با هر چیزی که امکاناتی که در دسترس داری با همونا کاراتو انجام بده. Tu was du kannst. هر کاری میتونی انجام بده. mit dem was du hast با اون چیزایی که داری. dort wo du bist اون جایی که تو هستی. جمله خیلی ساده‌ایه ولی وقتی بهش فکر میکنیم میبینیم که حقیقت محضه. همیشه به داشتهات نگاه کن، با اون چیزایی که داری و اون جایی که داری زندگی میکنی. یعنی همینجا میتونی حتما به یه نتیجه برسی، به یه جاهای بزرگتر برسی. بچه این جمله هم خیلی قشنگه. Ein Schiff ist sicherer, wenn es im Hafen liegt. میگه یه کشتی امنه موقعی که وایساده کنار بندر. Doch dafür werden Schiffe nicht gebaut. اما کشتی‌ها برای این ساخته نشدن. کشتی برای سفر ساخته شده، امواج خروشان دریا رو طی بکنه و جاهای مختلف بره. پس ما مگه یه هدف داریم، باید دلو به دریا بزنیم و سعی و تلاش بکنیم تا به نتیجهش برسیم. یه جا بمونیم، حرکت نکنیم، سعی و تلاش نکنیم، به نتیجه نمیرسیم. جامون امنه ولی پیشرفت نمی کنیم. یه جمله خیلی قشنگم داریم از جورج برنارد شاو که در مورد آزادیه. Freiheit bedeutet Verantwortlichkeit. آزادی به معنی مسئولیت پذیری هست. آزادی به معنی نیست که هر کاری دلمون میخواد بکنیم. نسبت به کارهایی که انجام میدیم ما مسئول هستیم. Das ist der Grund, weshalb die meisten Menschen sich vor ihr fürchten. به این دلیل بسیاری از مردم از آزادی میترسن. و کنفوسیوس میگه wo auch immer du hingehst, geh mit ganzem Herzen. بالاخره هر جا که تصمیم گرفتی بری و میری با کمال میل برو. با اعتقاد کامل برو.
Geh mit ganzem Herzen یعنی با کل قلبت برو. ولی اینجا در واقع به معنی اینه که با عشق و علاقه برو. کلا میتونیم بگیم که مثلا هر کاری رو که میخوایم انجام بدیم از صمیم قلب انجام بدیم. با کمال میل باشه. به اون کار اعتقاد داشته باشیم. اینطوری نتیجه بخشه و موفق میشیم. چند تا جمله آموزنده بود. امیدوارم خوشتون اومده باشه. و در زندگی و کار ازش استفاده کنین. چند هفته‌ای نبودم، رفتم هایمت، کشور خودم، ایران عزیز، انرژی تانکن کردم، اومدم این انرژی رو به شما دادم. تنتون خوش، دلتون شاد و لبتون خندون باشه. تا ویدیو بعدی خدایا رو نگهدارتون باشه. Bis zum nächsten Video. Tschüss.